كل شيء قادر حي صمد ناظر قيوم قديم يزلي خالق پنهان جلی مالک ملک احدی واقف هر نیک و بدی راهم ارعاسی بود ملجأ و عالم و خفا و ظهورات و بروزات و سماوات و حجابات خدایی که به یک حرف کن ایجاد همه کون و مکن کرد زمین را چو زمان کرد حکیمی که ز آثار صفا بخشد و بر درد دوا بخشد و بر سینه صفا بخشد و بر هر گل و هر خار عطا بخشد و بر شاخ و شکفت دهد میوه صدرنگ بخار کرمش مرد و زن و پیر و جوان و ملک و حور و فلک مهر و مه و ارض و سما پست و بلند و حجر و بحر و بر و خشک و تر و نور و ظلم شادی و غم مهراز دماتش باد و سمر و تلخی و شیرینی خان کرم محرم اندازه به هر مور زمین مرد هوا ملک ملک احقات بود در خور سلطان سمت قدر محمد نبی امی مرسل فلکی سیر و مزمل بشرف صادر اول بجلال اکمل و اجمل بهم مرتبه اقل سمری گرشمی استی و می ناطق مستی ازل علم فصاحت ابد حلم رشاقت پدر رحمت و رحمت خلم و لوح مروت خلم یکرم شیمی پرچم اعظم دو جهان زنده وجودش همگی خم به سجودش مگی حساب نمودش سر زنده بزنند دودن بود گرم فرودش بگوشم گوش در و نوش بگوشم گوش در و نوش بسرگر بود در خوش شبی سرخوش و مدخوش از این نکته دل پیر جوان زنده شود هست حمایت که چشم حضرت صدیقه اکبر گل گلزار پیمبر سه صفا در خور یمسر همه اصحاب نبی را بگیم شام بسر در مریم سید سردر سخنان گشت مکرر و جز از حیدر صفدر اسد و سایر و اکبر علی و معنی داور نگشودی درگاه خدا تا کمدش کام روانت غرض از هر طرفی صاحب جا و شرفی در پی این گوهر فخری عظمت تمزدی از دولت و ثروت شهی و رنگ جلالت و جواب همه فرمود که این در کرامت بود از بحر هویت سزدورا و معیشت مهی از چرخ فتوات یکی از جمله اصحاب که بود صاحب مار و حشم و سیم و سر و اسب و کنیز و شتر و خمره و دیوای خیابان برشان هم شیخ خودم شروع شد مشتری مهردار روشن شد و سیتم دیزر و زیور خود زد نبی از قهر و کنگو که با خواستن انجینه هستی مثل سر زلال و حشم چیش پرستی بده نظر کرد که انسان همه لعب و گوهر گشته ز جا خواست پس از بزرت و گفتم شیعه و رنگ جلالت که گوهر فاطمه محبوبه ای از دار حرام را که خدا خواست کند همسری و جمله ببندیدم از لون امتاج وجهت حکم در این کار خدا امین در بر سلطان مبین آمد و آورد سلامی و پیامی خدا کیز وجود تو نمود همه اشیا صدد از هستی تو فخر نماید همه ارض و سما کوهی و انسان و نهاد
دل که شما راست و من همسری دختری نیکختر من در شب یک شنبه این ما ز سما زهره به هر خانه فرود آید و ساید و زمین روی بود ساقط آن خانه سزاوار بدین گوهر شهوار زی اصحاب ز انصار شهیدن چو از احمد مختار پیامی به بر از حضرت بادار همه بر در و دیوار شدن نسبه دیدار مدینه شد از ابار یکی تبله عطار پراکنده ز هر سوی بسی دختر شهوار خبردار نمازی اگرم یا که بسوزی و بسازی و همه شهید نادر مختار مرا نیست و غیر از تو پیغمبر یکرم نه دگر یار و مددگار نه یک درهم دینار از آن سوی دگر فاطمه با دیده خونهای مناجات کنان گفت که ای واحد ستار پسر عم مرا ساخت و من یاد برای خلق تو او را من هماخوار ز سلطان سماوات و ز ارکان زمین بر در دادار مبین خواهان نشین گشته گشودم زبان قیمه برد راز همه خلق عطا بر دل ناسور نمایی و جهان شاد دل فاطمه و شیر خدا چون که پاسیده گذشت شب موعودم یک خلق به دل مشعل افروخته و منتظر وعده معبود که از چرخ سوم زهره رو خیخیش عیان کرد همیز میل سوی زمان کرد از ایوان عطارد گذرا گشت و به کیوان و پدر شد پدر و در کره خاک شد در کره آب شد و در کره خاک روان یک سر در تاب شد و یک سر اصحاب نبی آمده حیران نظر گفته که نقل سعادت ز چه بچی شد در شرق مکین شهر مدینه شدی عبدالقوی از خلد برین هر کسی این شعب بسر داشت که گردد بچونین قرین تا که شد از خانه خورشید و سماوات و زمین مهر کرم میگه و من نور احسن به ثمر شم به خدا جان تقا شیر خدا قدر و جا پس از آن گفت که این عیش مبارک و شما شاد خوشا حال عروسی که علی هست بر او مهتر و داماد چونم فاطمه شد شاد که تکبیر کنم گنجه لب را بگشاد چو شد آن زهره به یک طرف دگر باره به تحلیل لب فاطمه شد باز چو شد آن زهره به منزل خود باز و تصبیح لب فاطمه شد باز کنون صبحه صدیقه بود کاشف هر راز کنون صبحه صدیقه بود کاشف هر راز ملائک چو بدیدن ز ایجاد و انجام و آغاز بگفتن علی را سزد امروز با ناز علی گر نبودی فاطمه کی داشتی خدا خواسته و فاطمه هر راز نماید علیان شمع خدا را صبح شد بیزه های زرندود و سر شب برآورد تو گفتی خدا پیش نبی این خبر آورد که امروز به پیروزی و اجبار قرین حسن بر عشق است نشاط و طرف از قبل ازل تا به مشقت غرض چند تن از جمله اصحاب و مهاجر و در قوس ازل تا به ابد معنی یک واحد و مبنای احد شیر سر از راز سمت آمد گفتند چه مانی شد از آن که من
فاطمه را هیچ مبرهیست و از فقر و زجا خیز نما حاجت خود پیش نبی از تمام آمده این فرض همانا که خداوند و رسول سه برای تو یکی گوهر سرمست به نبودن ذخیره اسدالله برای فخر بشر آمده بن شهست و شرم و حیاتم نزد از چون و چرا گفت نبی ای رسول گفت نبی ای ولی حضرت دادار گوانم که تو را مقصدی آورده و دربار بخواهم چه تفاهمی که بود حاجت تو حاجت من گفت علی ای تو مرا دافع هر رنج و محل در تو هست ایام نیست مرا قوه تقدیر و بیان گرف نمازی و سرافراز نمایی و کنی فاطمه را همسر من فخر نمایم به همه اهل زمان کنون حضرت خلاق جلیل است به این سور و جبریل بفرمود که شب خوشبگر و فاطمه را خود به علیت نموده است بفرمود که در ملک جنان مومی و بلمندر و مرجان بهشتی بنمایند مثال امر دگر گشت و تو باغ بسی خودلم و دیباقی فراوان بر سارا برد و مومی و غلمان بنو باید خود رایی تو ببریت دگر آرند و نمایند ز جان حمد و سلام رسول مسجد که من این عکس بیایم برای اصحاب مرین اقنعت از دل بگشایم ولی الله به مسجد شد و از پی نبی الله رسید و فرح گفت به اصحاب که من فاطمه را تمر خداوند و بحر کرم و جهود علی دادم و آن راه بگفتا که چه داریزی پی خلق علی از فرمود راستی دین خداوند بود ناظر و تمام شکر از بحر سواری و تو چون پیل ضرور است سری را بفروشید خیلی هر آن چیز که در خانه بود ناظر و از بحر من نیمت گذارید خدا مبلغ از آن وجه بگویید و تنباخ قضاتات بخوانید در مورد زندگانی که خدا کرده بایید بسرایید که هنیاگرین بعض مورد زهرت و ناهید و زمد دستک و ذرات سماوات و زمین و فلک و عرش و ملک چونده و بردم و طرف از پی دامادی سلطانه عرب میره عجب گوش فلک این نشونید است و نچشم فلک دیده که داماد بود معنی اسما و عروسی فلکی خجلم و حضرت زهرا و قربان عظمت عروس فلکی حجره بود حضرت زهرا و خدا عاقد و پیغمبر او شاهد و ارواح رسول ساجد و جبریل امین جاهد و میکائیل کمین را ماجد و القصه چو اسباب مهیا شد و دست همه اخبار محمد نمیان دنبر زهرا شد و گفتا که مبارک به تو عیش و زهرا بشنید این سخن گفتا علی دارد چه مهریه ما گفتم که ایا گوهر سرمست پی محض خدا بحر علی داد تو را دولت بحر گفت جبریل امین خمس زمین خورده بر این کشور پرلشکر شهر پر از بحر یقین مملکت با اسپکسین آنچه مکان است دفینم که به بحر از دو لعل سمین آنچه به عالم بود از زینت و زین معنی قرآن مبین یا همین هست محب تو با فردوس برین سعدت نشین هست محب تو با فردوس برین سعدت نشین شاهدهی محشری و دختر پیغمبری و زهره از هر